पूरे अफगानिस्तान का असले तो तोड़ ताड़ कर गए, मगर यहां सारा महफूज रखा हुआ था जो सही सलामत मिला अल्लाह के फजल से। वहां कीमती पत्थरों की कानें जिसका खरीदार फ्रांस है, और अहमद मसूद फ्रांस ही भाग कर गया है, और उसका बाप भी फ्रांस ही जाया करता था। उनकी उम्मीदें टूट गई हैं, शर की जड़ काट गई है। और तो और ईरान बड़ा परेशान है, मुजाहरे हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। 40 साल पाक फौज ने वहां पर कुफर का मुकाबला किया है। अगर मुजाहिदों ने और पाक फौज ने वहां उसका सर तोड़ा, तुम्हारी इज्जतें बच गई, तुम्हारी बच्चियां बच गई, तुम्हारी मस्जिदें बच गई, तुम्हारे मदरसे बच गए, तुम्हारा कुरान बच गया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जो एहसान फरामोश होते हैं उनकी बड़ी सजा है, जन्नत में नहीं जा सकते। उसके बाद 61 मुल्क तकरीबन किसी न किसी हिसाब से, वैसे तो 50 थे मगर कुल मिलाकर तकरीबन 61 थे, वो उन्होंने हमला किया। हां, पाकिस्तान ने लड़ी है ये जंग अल्लाह के फजल से। और जब 40 साल जंग हमने लड़ी है, जब शिकार गिर जाता है तो खाना भी तो उसने होता है जिसने गिराया होता है। अब ये सारे दुम हिलाते हुए आ गए, हमारा भी हिस्सा दो, हमारा भी हिस्सा दो। अब उनको हिस्सा नहीं मिल रहा तो चीख रहे, ईरान चीख रहे। और क्या बोल रहा है? कहता है पंजशीर में बैरूनी मुदाखलत हुई है, वहां इनके हजारा रहते हैं। इनकी उम्मीद का आखिरी गढ़ भी वही था। बहुत बड़ी फतह है अल्लाह की फजल से, मोजरे से कम नहीं। خب بسیار زیاد واضح و روشن بیان میکنه که بالاخره آقای سید مسعود استاد دانشگاه و آقای مسائل اقتصادی از واشنگتن با ما وصل هستند. آقای مسعود، این دیگر یعنی چی؟ شما سلام بر شما. فکر میکنم که یکی از جگرخون کننده ترین خبر که میشنوم تا حال همینا است و در حقیقت یک نوع حرکت ظالمانه تجارتی که در اول آغاز شد به طریق بارتری که او هم نشد و حال در حقیقت نوع فروش جبری زغال سنگ که در روز 3500 تن حرکت میکنه و دارای 700 موتر به صورت رسمی و قاچاق هم فوق العاده زیاد. از این من فکر میکنم که تا چند ساله اگر چنین حرکت بکنه و ما حصار هم نبیاریم و در حقیقت فروش زغال سنگ که خودش در حقیقت فروشش نوع ظالمانه بر اقتصاد افغانستان است و در حقیقت نوع تاراج و غارتگری منابع انرژیکی افغانستان است، در حقیقت خلاص میشه و ما بعدا موقعی که کشور ما آرام شود بزرگترین فابریکات ما که انرژی را از زغال سنگ بگیره دیگه ما زغال سنگ نخواهد داشتیم. خوشبختانه ما در منطقه در بین پاکستان و ایران، ولی آقای مسعود پرسش اساسی این است که خب موضوع معامله و تبادله که میشه موضوع بدهیوبستان است. فکر میکنین که یک طرفه تصمیم گرفته شده؟ آیا افغانستان و حکومت فعلی افغانستان یعنی طالبا در این تصمیم نقش دارن ندارن؟ چطور یک جانبه چون این تصمیم گرفته شده؟ چند وقت پیشتر ما فکر میکردیم که شاید هم بی تجربگی این حرفا باشه، ولی حالا من فکر میکنم که کاملا برنامه‌ریزی شده است. و جانب دیگه این از گپ سکتور خصوصی نیستی، این معنا داره که معادن به اختیار دولت است و دولت چنین قراردادهایی را انجام میده. از این روزی قراردادهای دولتی باید موجود باشه تا بتونن زغال سنگ از افغانستان به اونجا برن. حرکت زغال سنگ نه تنها یک حرکت تجارتی ناسالم و منفی را به نمایش میگذارد، بلکه یک نوع تاراج و غارتگری منابع معدنی افغانستان به خصوص زغال سنگ که روزانه 700 تا موتر به صورت رسمی و صدها موتر دیگه به صورت غیر به صورت قاچاق به پاکستان برده میشه و تا بتونه 2.2 میلیارد دلار که در حقیقت واردات
برق پاکستانی ها هست، این را در حقیقت جبران میکنه، صرفه‌جویی بر از اونها به وجود بیاره. این من فکر میکنم که ظالمانه است. درست است بر پاکستان مفاد ایجاد میکنه، ولی مفادی که برای یک کشور ایجاد میکنه در صورتی که ضرر بر کشور دیگه ایجاد کنه، خود ظالمانه، غیر عادلانه و در پالوش هم بسیار دشمنانه پنداشته میشه. خب شما و تئوری فقر زازی هم سایه هم وجود داره. آقای مسعود، شما میگین که موضوع سازماندهی شده است، پس حالا موضوع قاچاق بیروی زغال سنگ از افغانستان به پاکستان، اینا هم فکر میکنین که سازماندهی شده است و طالبان از به کار نمیشن عمدن یا نه توانایی ندارن در کنترل وضعیت؟ بله، میفهمین که دو طرفه شده. موقعی که شما 350 میلیون دلار تنها به خاطر فروش زغال سنگ از پاکستان گرفتن فقط یک ماه پیشتر، پاکستانی‌ها به این فکر شدن که در صورتی که از اونها زغال بیارن و هر ماه یا در هر 2 ماه 350 میلیون دلار بگیرن، خب میلیاردها دلار از افغانستان بیرون میکنن و در حقیقت 1 میلیارد دلار دیگه ما هم که حرکت میکنه به صادرات، او هم در حقیقت میتونه ذخایر اساری پاکستان که فعلا سخت دو احتیاج داره و در حالت کاهش ذخایر اساریش خواهم هست، او را در حقیقت از میتن و در پولوش هم در حقیقت او انفلیشن بسیار قویه که وجود داره که کاهش ارزش پولی پاکستان نشان میده توسط دمی کار که فروش زغال سنگ افغانستان توسط کلدار جبران میشه و جانب دیگه بدترین شکل دیگه که در حقیقت پول پاکستانی مناسب یک پول رایج اساسی تجارتی افغانستان تبدیل میشه که یکی از بدترین آلات پولی افغانستان به شمار میره. قربان شما. و در جنبندی آقای مسعود، زمانی که خیلی واضح گفته میشه که از زغال سنگ افغانستان پاکستان دو نیروگاه بزرگ برق خود را فعال نگه خواهد داشت، چطور افغانستان خودش نمیتونه از زغال سنگ خود استفاده بکنه و هنوز هم متکی به برق وارداتی است؟ خوب، ما یک تئوری داریم به نام تئوری فقیر سازی همسایه. متاسفانه که 40 سال از پاکستانی‌ها در حقیقت مدیریت میکنن بحران افغانستان و با اساس این تئوری در حقیقت فقیرتر شده میریم. ما دارای معادن فوق العاده خوبی هستیم، 1400 تا معدن داریم و خصوص زغال سنگ. من خدمت شما عرض کردم که هیچ کشور دیگه، نه ایران، نه ازبکستان، نه ترکمنستان، نه تاجیکستان، نه قزاقستان، نه پاکستان زغال سنگ ندارن. مدیریت درست در درون افغانستان انجام نمیشه. ما فقط برای امی دوستای ما میگم در صورتی که شما معدن آجیه که بخواین که استخراج بکنین، با کدام نیرویتون اخراج میکنین؟ با زغال سنگ یا چیز دیگه؟ با 6 ماه بعد، 6 سال بعد تمامی ذخایر زغال سنگ شما صفر میشه. او وقت است که شما یک کشور میشین که اصلا دارای انرژی، فقط انرژی آبی باید داشته باشین. افغانستان انرژی آبی، آفتابی و انرژی گازی خود داره، ولی انرژی زغال سنگش آسان‌تر است به خاطر از اینکه ما میتونیم زودتر کار کنیم. در پهلوی معادن ما همین انرژی ما قرار داره. مثلا در پهلوی معدن آجیگه که نمی انرژی زغال سنگ ما وجود داره که ما کار میکنیم.